خناسا باشه. خناسا شخصیتی را گفته می شود که نیم نر نماده میگویند، یعنی انسانی که هم حالت مردی داره هم حالت زنانه داره. اینها دو قسم می شوند. یک قسمی از اونها یعنی خناسای مشکل میگویند. او انسان از هر دو یعنی حالتهایش آب می رود، هم از حالت زنانش هم از حالت مردانش آب می رود. و بیچاره یعنی نه زن گرفته میتونه نه شوهر کرده میتونه و حالش خیلی دشوار است، مشکل به همون خاطر میگویند. اما دوم قسمت خناساها انسان‌هایی هستند که اگر یعنی از حالت زنانشون آب روه و یا میتوانند که شوهر کنند، اگر از حالت مردانشون آب روه و یا میتوانند که زن گیرند، یعنی که این دو قسم میشه. و البته این خناساها نشانه قدرت و توانایی پروردگار هستند. خداوند میتواند که در یک جسم بدن یعنی دو گروه یعنی انسان خلق کنه، هم نر و هم ماده. این نشانه قدرت پروردگار است برادر عزیز. بله اینها مادریزاد تولد می شوند. اگر منظور از مخنث گفتن شما خناساها را در نظر داشته باشه، بله اینها مادریزاد هستند برادر عزیز. اینها دو قسم می شوند. گفتیم یک قسمش مشکل است، اون بیچاره نه زن گرفته میتونه شوهر کرده میتونه، اونها را حتی بعد از مردنشون در یک سوت گرفته در درون یگان آب می اندازن میگن، اونها را نمیشویند. یعنی زنها بدن اونها را دیده نمیتوانند، مردا بدن اونها را نمیتوانند دیده اگرچه محرم های خودشان هم باشند. این مشکلش است. اما خناسای دومی که اگر از کدام حالتش آب روه، از مردینگیش آب روه میتونه زن گیره، از یعنی حالت زنانش آب روه میتونه که شوهر کنه. جا برادر عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملای محترم، میگفتید که در حالت حیض به زنها کدام کارها معاً و کدام کارها اجازت است؟ در حالت حیض به زنها نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن، تلاوت قرآن کردن، شوهرهاشو از اونها استفاده بردن، همخوابگی کردن، اینها معاً هستند. اما دیگر کارهایی که اجازت است براشون، اونها میتوانند که یعنی به شوهرهاشون به اهل و بیتشون صحبت کنند، اونها طعام پخته میتوانند، اونها فرزنداشون را شیر داده میتوانند، اونها لباسها را شسته و یعنی نمازی کرده میتونند. کارهای یعنی اینها را انجام داده. کارهای فرضی البته را در حالت حیضشون نمیتوانند برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر عزیز سوال کرد سلام علیکم داملا، اگر آدم در خواب وقتی نماز هر جایش رو قپه یا خاره گناهگار گناه التماس گوید. اکنون در وقت نماز خواندن حرکت زیاد کردن، مثلا انسان یگان اعضاش میخوره یا بسیار خود را میجمانه یا اینکه مثال یک جوش زیاد میقپه، اگر اینها زیاد باشن از حد زیاد، در مذهب خودمون عمل کثیر گفته می شود. عمل کثیر یک مثال یک صورت شامل است که یک انسان یک کاری میکنه که انسان غیر نمازخوان وقتی دیدش میگه این شخصیت ببین در درون نماز چیکار کرده است، آیا در غیر نماز باشه که حرکت زیاد میکنه؟ یعنی وقتی حرکت زیاد کرد عمل کثیر میشه، نمازش فاسد میشه. اما کم اگر یک بار دوبار یک اعضاش خارید و یک جاش بلند کرد، در این صورت یعنی چی میشه؟ نمازش مکروه میشه و با کراهیت درست است. یا کاری را کنه که با دو دست باشه، مثلا تگمش کشایه یا اینکه تسمش کشایه، کارهای دو دسته را کنه در نماز، البته را نماز فاسد میشه برادر عزیز. برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته داملا، نماز تنها گذار سجده سهو لازم شود هر دو طرف سلام نتیت یا یک طرف؟ برادر عزیز انسان تنها گذار وقتی سجده سهو واجب شد هر دو طرف سلام میدهد، سجده سهو میکنه. اما اگر جماعت باشه به خاطر که قوم پریشان و پراکنده نشن، مثلا وقتی هر دو طرف امام سلام داد شاید که قوم در حال از جا خیزند، به این خاطر انسان در نماز جماعت یک طرف سلام میدهد و یعنی سجده سهو میکند. اما اگر تنها گذار باشد هر دو طرف سلام داده بعد از اون سجده سهو میکند. چه برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. اگر انسان بر درون دلش گوید که اگر من ناز کشم زنم 3 طلاق، ممکنه به درون دلش گفتن لبایش جنبیده باشه ولی به آواز 3 طلاق می شود؟ التماس جواب گردانید.
اکنون برادر عزیز مسئله های طلاق مسئله های یعنی گفتن ما نیستند و طلاق تا به زبان انسان نگوید، به زبان نگوید و خودش نشنود طلاق نمیشد. به دل طلاق کند، انسان در خواب طلاق کند، اینها طلاق واقع نمیشه برادر عزیز. بهترش مسئله های طلاق برای ما ننویسه، چون که طلاق بسیار نازکی ها داره. مسئله طلاق باید هم طلاق گوینده خودش باشه، گویا که به چی کلمه به چی لفظ گفته است، بعد از اون موافق هم لفظ کلمهش برای او جواب گفته میشه. در یک حرف در یک لفظ دیگرگون شدن یعنی جواب دیگر میگیرد مسئله طلاق برادر عزیز. برادر سوال کرده سلام علیکم استاد عزیز، خداوند از شما راضی باشد. یک سوال داشتم، گویید اگر در نماز فرض در 4 رکعت 2 رکعت خوانده یادش برای سلام تیا نمازش چی می شود؟ در حق ما مهاجرها دعاگو باشید. آمین. خداوند بخت سعادت نگهبانتون باشه و خداوند از بلاها حفظتون کنه برادر عزیز. انسان وقتی 4 رکعت نماز فرض نیت کرد و در 2 رکعت سلام داد، بعد از سلام اگر یگان حرکت زیادتی نکرده باشه، مثلا یگان سخنی نگفته یا از جاش نخست و نرفت، اگر در یادش زد وقتی هر دو طرف هم سلام داده باشه در یادش هم زد، وقتی در یادش زد یگان حرکتی نکرده، انسان میتونه که به همون نیت قطعی خسته 2 رکعت دیگه ش میخونه و در آخر سجده سهو میکنه. اما اگر وقتی که حرکت ناجو کرد، مثلا از بالای جای نماز بیرون شد و یگان سخن زیادتی غیر نماز گفت و یگان کس گپ زد، در این صورت این حالت ده برای شرط است که اثر نمازی فرض بخونه، چون که وای 2 رکعت نمازش بود شدگی نیست برادر عزیز. در باشه سوال کرده سلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم به این سوال من روشنی می انداختید. من صاحب پسر می باشم، برای من دیگر تولد کردن ممکن نیست. اگر من از خانه کودکان یعنی اینترنت دخترچه گیرم می شود یا بر پسر و شوهرم نامحرم می شود در اسلام جایز است یا اینکه نه؟ روشنی اندازید التماس. خیلی ضرور است. اکنون مادر اسلامی شما وقتی که یعنی میخواهی که دختر گیره، این فقط یک حیله شرعی داره. شما یک کودکی را میگیری که وای شیرخواره باشه، اگر از شیرخواره بیرون باشه، مثلا کلان گیری، اگر شما 5 ساله و 6 ساله گیری، دختر باشه وقتی کلان شد وای یعنی به پسر شما و به شوهرتون نامحرم میشه، اونها دیده نمیتوانند. اگر پسر باشه کلان شد به بلاغت رسید، برای خود شما نامحرم میشود، یعنی شما و دیگه یعنی نگاه کردن نمیتونه. شما گفته که دختر گرفتنی هسته، وقتی دختر گرفتنی باشه شما یک حیله شرعی میکنه، اون دختر از حالت شیرخوارگیش میگیره، شوهر شما یگان اپه یا خواهر شیر دهنده باشه، هوای کودک شیر میدهه. وقتی که شیرش داد وای مادر رضاعیش میشوه، مادرش کشید، یعنی شوهر شما با وی تقایش میشوه، پسر شما با وی یعنی انا پسر تقایش میشه. در این صورت وای دختر میتونه که همراهی شما زندگی کنه. اگر پسر گرفتنی باشه یگان نفر از خش تبار ختون یعنی خواهرتون یا اپتون برای وی شیر دهه، در حالت شیرخواره باشند. بعد از اون برای شما یعنی پسر رضاعی خواهر اپتون حساب میخوره، وقتی کلان هم شد اون برای همراه شما میتونه که زندگی کنه. اگر از شیرخواره کلان باشن براتون درست نیست، چون که اگر پسر باشه به بلاغت رسید برای شما دیدنش درست نیست، اگر دختر باشه به بلاغت رسید کلان شد برای شوهرتون و پسرتون دیدنی وی درست نیست در شریعت. خب برادر سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، اگر انسان در حق شخصی به ایمان دعای خیر کند گناهکار می شود؟ این مسئله را ما روز گذشته گفته بودیم برادر عزیز. اگر دعای خیر طلب هدایت باشه ضرر نداره، دعا کنه که پروردگارم انسان به ایمان هدایت کن، درست است. اما طلب مغفرت رحمت نمیتونه در حق به ایمان کرده، دعا کنه که پروردگار فلانی یعنی شخصیت رحمت کو مغفرتش کن، طلب رحمت و مغفرت در حق انسانی یعنی به ایمان کردن درست نیست، گناه است برادر عزیز. برادر از سوال کرده که سلام علیکم داملای محترم، اگر در نماز در یکم رکعت سوره ناس را خوانی، در رکعت دوم سوره فلق را خوانی، خب نماز فاسد می شود یا نه؟ نه برادر عزیز،
این سوره بالا خوندن مکروه است، ترک سنت میشه و مکروه است. انسانی که نیت کرده در حال یعنی در زبان شما سوره قل اعوذ برب الناس خوان، یعنی از همه پایان ترین سوره ها هست. اون باید چیکار کنه؟ نماز فرض باشه در دوم رکعت هم باید این سوره ناس خونه، چون که سوره بالا خوندن براش مکروه میشه. اما وقتی سهوا خواند و یعنی بالا خوانده باشه در این صورت یعنی سهوا باشه فراموشتانه براش ضرر نداره. برادر عزیز خب برادر عزیز سوال کرده السلام علیکم و رحمت الله. برادر داملای عزیز آدم خب فریبگر و زنی گناهگار میشه؟ اکنون برادر عزیز زدن هیچ کار درست نیست، چی فریبگر باشه چی انسانی مقصد نافریبگر باشه زدن یعنی که برای اونها درست نیست. اینجا برادر سوال کرده السلام علیکم داملای محترم، من قرآن میخوانم لیکن من در پیش یگان کس درس نگرفتم، ممکنه خواندن؟ البته وقتی شما از خود آموز باشه از پیش خود خوانده باشه براتون چقدر بهتر میشه برادر عزیز بزرگوار که شما نزد یگان کس رفته یعنی همون ترتیب خواندن تو نگذرانه، چون که تجوید قرآن با تجوید خواندن با ترتیب خواندن قرآن این برای انسان واجب است، ضرور است. کسی خطا خونه یعنی گناهگار میشه و نادرست است، این کلام الله است، این هزل شوخی نیست. به این خاطر بهتر میشه که نزد یگان اهل علم نزد یگان یعنی قاری بچه رفته شما این ترتیب خواندن تونه گذرانه براتون بهتر میشه.